داستان انعکاس آخر. علی نیمه های شب از خواب پرید. صدای تق آرامی از حمام می اومد. صدایی شبیه ضربه ناخن روی شیشه. خانه تاریک بود و فقط نور کم گوشی اتاق رو روشن می کرد. دلش نمی خواست بره ببینه، ولی صدا هر لحظه نزدیکتر می شد و شبیه این بود که کسی از داخل آینه میخواد بیرون بیاد. با قدم‌های لرزون نزدیک حمام شد. در نیمه باز بود. صدا قطع شد. فقط سکوت. آرام در را کامل باز کرد و با دیدن تصویر خودش توی آینه یخ زد. تصویرش دقیقاً مثل خودش بود، اما یک چیز فرق داشت. انعکاس چند ثانیه دیرتر حرکت می کرد. علی دست بلند کرد. انعکاسش بعد از مکسی کوتاه دست بلند کرد. اما انگشتاش طولانی تر و سیاه تر بود. قلب علی تند می زد. عقب رفت. اما انعکاسش عقب نرفت. برعکس، یک قدم جلو اومد. نور گوشی در دست علی لرزید. انعکاس انگار داشت لبخند میزد. لبخندی کشیده و غیر انسانی. بعد انگشت‌های سیاهش را روی سطح داخل آینه کشید و صدای همان تق تق دوباره تکرار شد. علی وحشت زده در را بست و به سمت اتاق دوید. زیر تخت پنهان شد و گوشی را روی بی صدا گذاشت. نفسش بالا نمی اومد.